سکونت جوانی 20 ساله در خانه پیرانسالان این تصور را که این مکان تنها برای پیرانسالان است میشکند. شهرت 20 ساله از جمله 5 جوان است که مکان زیستشان خانه پیرانسالان شهر دوشنبه شده است. این جوانان را بیشتر آرزوهای پیر شده و هدفهای عملی نشده با پیرانسالان همخوانه کرده است. شهرت که از خردی مکتب نرفته است، خوانده و نوشته نمیتواند. همین میفاره که ما بخونم نایوایتون نایستم نمیتونم توقع نایسته نمیتونم خونده نمیتونم همین توقع همین یاد که نمیمده هیچ کنیسته که یاد که مده حرفای هم نمیشنوسی؟ حرفای ما وحشت نمیشنوسیم همین صبح کده میتونم کلایو تمام هم کنه میتونم همین دیچ سرنوشت 4 جوان دیگر در خانه پیرانسالان دوشنبه نیز تقریبا شبیه تقدیر شهرت است. همه آنها نقص جسمانی دارند و والدانشان با سبب تنگدستی از آنها دست کشیدند. منور ستار و رهبری خانه پیرانسالان نیز فضای آنجا را برای زندگی شهرت و همسالانی او مناسب نمیداند. او میگوید از سبب آن که این جوانان نقص‌های جسمانی دارند، آنها را موقتا اجازه داده است که اینجا به سر برند. من با اداره داخلدار قبادیان مراجعت کردم که در اونجا هم یگان رایش نبوده است. خیلی خلاصه بعد آهسته من خیلی یک سال زیاد میشد که ما در اینجا با وای سرگردون گوی من میشود. همین خیلی بچه ها که نه همین قدر افسوس میخورم که عقل سالم دارد و البته از طرف والدینش باید که در مکتب میموندن و تحصیل باید که فرا رسانده میشد و امروز میتوانست که یک نویسندجاتی داند، میتوانست که یک چیزی را خواند. من بسیار افسوس میخورم که همین خیلی والدین هستند که فرزند همین خیلی بی نظارت بی محبت من گفتم ممکن. تصورش از دنیایی که او زندگی میکند عجیب است. او از بحث‌های سیاسی و اجتماعی، مهاجرت به روسیه و تحصیل در امریکا هیچ تصوری ندارد. پایتخت دنیای او اداره دیرکتری خانه پیرانسالان است و مرزهایش دیوارهای بلند این مؤسسه. پشت این دیوارهای بلند چی میگذرد؟ شهرت خبر ندارد. داستانی زندگی او با یک جمله خلاصه می شود که گویا پدر و مادری داشته است، ولی پس از جدا شدن آنها او را به حال خودش رها کردند. این جمله که از پیرانی همخانه شنیده است، آغاز و انجام داستانی تا خانه پیرانسالان رسیدنش است و دیگر او چیزی را یاد ندارد.